بسم الله الرحمن الرحیم. مفهوم حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است قبل از اینکه خون حیوان که بخاطر قربانی انتخاب میکنین بر روی زمین بریزه، الله متعال گناهان شما رو مورد مغفرت قرار میده. در یکی از جاهایی هستیم که معمولا اینجا حیوانات فروخته میشه، گوسفند، بز و گاو. دوستان عزیز، قرار است که ما امسال مثل سالهای گذشته ذبیحه‌های شما را اجرا کنیم. ما سال گذشته بز، گاو، گوسفند در تمام ولایت شهر تقریبا 500 ذبیحه بود که ما ذبح کردیم الحمدلله. امسال نیز ما قرار است که کمپاین برا بیاندازیم. عزیزایی که میخواین که پول بفرستن، البته از $100 شروع، $80 شروع، تا هر اندازه که شما پول میفرستین ما با مو اندازه حیوان انتخاب میکنیم و گوسفند که مو اندازه وزن داشته باشه انشالله بر شما ذبیحه‌تان اجرا میکنیم. لینک ها رو مشاهده میکنین در قسمت پایانی این کلیپ. تماس بگیرین اگر معلومات چیزی نیاز داشتین. ما در خدمت شما. السلام علیکم.